حضرت شاه مفسرا عبدالله ابن عباس ترجمان قرآن، کسی که در زمان رسول اکرم در زمان صحابه هیچ کس قرآن را به مثل عبدالله ابن عباس نمی‌دانست. شاه مفسرا بود. فرمود که پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت که جبرئیل امین از آسمان به نزد من آمد، گفت که یا محمد صلی الله علیه وسلم لولاک ما خلقت الجنه، ای محمد صلی الله علیه وسلم اگر تو نمیشیدی خدا جنت خلق نمیکرد، اگر تو نمیشیدی خدا دوزخ خلق نمیکرد. یعنی اگر وجود پیغمبر نمیشید خدا هیچ چیزی خلق نمیکرد. همه از طفیل پیغمبر صلی الله علیه وسلم با وجود آمدند. نسخه شیرازه هستی اوست، جمله عالم بندگان و خاصه اوست. حضرت عبدالرحمن جامی میگوید نسخه شیرازه هستی اوست، جمله عالم بندگان و خاصه اوست. همه از طفیل رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به دنیا آمدند. رسول الله صلی الله علیه وسلم محبتش و دوست داشتن پیغمبر صلی الله علیه وسلم که ابو هریره راوی حدیث است، حدیث از بخاری نقل میکند که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فوالذی نفسی بیده لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده و ولده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث میگه ابو هریره که رسول اکرم قسم خورد که قسم به ذات بابرکات، قسم به ذات خداوند که جان محمد صلی الله علیه وسلم به قدرت اوست، ایمان یکته شما کامل نمیشود، پر نمیشود حتی که شما دوست دارید پیغمبر از پدرتان و از فرزندتان زیادتر. اگر پیغمبر از پدر و مادر و فرزند دارد از همه بالاتر و بیشتر دوست ندارید، یقین بدان که ایمان کامل نیست. این حدیث بخاری نقل کرده است. راوی حدیث ابو هریره رضی الله تعالی عنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم ذاتی هست که اگر امتش او را دوست ندارد، محبت پیغمبر در دل امت نباشد، البته که اون امتی چی است؟ امتی بی‌وفا است. چون شدی موجود در عالم بگفتی امتی، چون شدی موجود در عالم بگفتی امتی، در نماز و روزه هر دم بگفتی امتی، در شب معراج نزد حق بگفتی امتی، جان بلد آخر شد و آنگه بگفتی امتی. شادی جهان کرد فدای غم امت، این طرفه که شادی جهانی زی غمی بوست. او غم خورد، او عذاب کشید تا که ما شما شاد بشید. رسول الله صلی الله علیه و سلم ذاتی مبارک است که خدای لایزال در قرآن پیغمبر وصف کرد. در قرآن وصف کرد. خدا چی فرمود؟ خدا فرمود که استعذ بالله ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. مرتبه رسول اکرم از این آیه ها تلاوت می شوند، آیات ها خوانده می شوند، آیات ها در امر معروف گفته می شود، در خطبه ها گفته می شود. اما تحت آیت ما و شما اگر که نگاه کنیم، خدا میگه قل این کنتم تحبون الله، بگو ای محمد صلی الله علیه وسلم و همه بندگان من و همه امت تا روز قیامت گوشدار بگو که این کنتم تحبون الله، این شرطیه هست. خدا شرط ما که بگو ای محمد این کنتم تحبون الله، اگر شما ای بنده ها خدا را دوست می داشتگی باشین فاتبعونی، تابع محمد صلی الله علیه وسلم بشین. یحببکم الله، خدا شما را دوست می داره. زمانی که شما پیغمبر را دوست داشتین خدا شما را دوست می دارد. فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم، خدا میگه و گناههای شما را مغفرت میکند. خدا شرط مون این کنتم تحبون الله، اگر شما خدا را دوست می داشته باشین خدا میگه
فاتبعونی، به امتت بگو ای محمد که تابع من بشید، تابع پیغمبر بشید. وقتی که شما تابع پیغمبر شدید، پیغمبر را دوست داشتید، خدا دو پاداش به شما عطا میکنه. یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم، خدا شما را دوست می‌دارد و گناهان شما را مغفرت می‌کند. در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که جنگ بدر یکی از جنگ‌های بود، غزوه‌های بود که مسلمان‌ها در این غلبه کردگی بودند که همه شما از این آگاه هستین. و دیگر یک غزوه‌ای که در اون مسلمان‌ها شکست خورده بودند، اون چی هست؟ غزوه احد است. یعنی این شکست خوردن مسلمان، اولیاء الله و خواری مثلا به عذاب مبتلا شدن اونها دلالتی بر اون میکنه که ما و شما آگاه باشیم که به خدای لایزال نه دوست در کار است نه دشمن در کار است. به خدای لایزال طاعت عبادت ما و شما فایده هم ندارد، فسق سرکشی و فجوری ما و شما هم به ملک خدا ضرری ندارد. فقط ابتلا هست. ابتلا چی است؟ امتحان است، سنجش است، آزموندن الله تعالی از بندش کو تا به کدام حد و عشق خدا و محبت رسول در دل او هست. در جنگ احد از پسران سلافه گفتگی یک مشرک بدبختی بود که دو فرزند او را حضرت عاصم رضی الله تعالی عنه به قتل رسانده بود و او سلافه قسم خورد که اگر به شرطی که هر کسی که عاصم قتل بکند سر او را به نزد من بیارد 100 شتر به او عطا میکنم. و اون صحابه پیغمبر میگه 100 شتر به او عطا میکنم و در بدل جسدش آوردن کله او را میبرم در کاسه خانه سر او شراب میخورم. قسم خورد، قسم یاد کرد. از بین اینها مشرکا و منافقا هست در بین آدما بنده هایی که به پول و به مال قطعی تابع کفر میشوند، تابع یهود میشوند. دو قوم برپا خستند و به مدینه منوره آمدند. به مدینه نبی وقتی که آمدند اونها در ظاهر اسلام داشتند اما در باطن کفر. که صفتی که صفت منافق است. منافق کسی را میگن که ظاهرش مسلمان است اما باطنش کافر است. منافق کسی را میگن که به صورت مسلمان ها و بین مسلمان ها پر میگردد اما در باطنش کفر است، نفاق است. منافق ها به نزد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم آمدند و گفتند که یا رسول الله از بین همه صحابه ها فقط عاصم به ما عطا بکن. اونها اظهار اسلام کردند او را به مکه ببریم، در مکه تبلیغات بکند چون که یک مبلغ بهترین است. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بسیار الحاح و زاره کردند. رسول الله صلی الله علیه وسلم از بین صحابه ها 10 نفر و یک قول 6 نفر روان کرد به همراهی اینها. اینها آمدند و یک قول برای تجسس روانشان کرد. عاصم رضی الله تعالی عنه، زید رضی الله تعالی عنه، عبدالله بن طارق رضی الله تعالی عنه و خبیب رضی الله تعالی عنه و 6 نفر دیگر به این 4 نفره همه یک جا آمدند. اما زمانی که آمدند در راه به مکه مکرمه نارسیده بودند. این مشرک ها و منافق ها با یکدیگر مصلحت کرده بودند از پشت کوه 200 نفر آدم به تمام زیر آلات حربی مجهز شده از پس برآمدند. 200 نفر به همه آلات حربی، از صحابه پیغمبر همگی 6 نفر بودند یا 10 به یک قول 6 نفر بودند. اونها وقتی که برآمدند از بین مسلمان ها این منافق ها خودشون را جدا کردند به اون 200 نفره پیوستند. زمانی که به 200 نفره پیوستند با پیش بین دمرو با پیش بین با پیش بین پیش جد. وقتی که به اون 200 نفره پیوستند از بین صحابه ها اون مجاهدانی که در راه خدا بودند این 200 نفری که از ناخن تا تار سر همه مجهز و یراق بودند و همه زیورالات حربی بودند و مسلمان ها را گفتند که بیایید ما به شما نیکی میکنیم و مکه شما را میبریم و از شما اندکی چیز چارتان نمیگیریم اما با شما کاردار نیستیم. اما عاصم رضی الله تعالی عنه گفت که ای مسلمان ها، گفت همون
5 نفری دیگر شد. ای مسلمان ها گفت شما هوشیار باشین، شما آگاه باشین که در تاریخ از آدم علیه السلام هیچگاه کافر بر مسلمان نیکی نکرده است و تا قیامت هم نمیکند. این البته یک سخنی هست که تا روز قیامت هر یک مسلمان باید از آگاه باشد. عالم کفر بر عالم اسلام هیچگاه در تاریخ نیکی نکرده است، تا این روز نیکی نکرده است، تا قیامت هم نیکی نمیکنند. اگر چیزی در ظاهر ریا باشد اون مقصدی دارد. گفت که ای مسلمان ها بخیزین که حورهای جنت در پس کاسه های شربت بهشتی ایستادگی و منتظر ما و شما هستند. بجنگین با این کافرها که اینها عهدشکن هستند، اینها دروغگو هستند، اینها عهد ندارند. و یکنون شده از بین اینها عاصم رضی الله تعالی عنه خودش به میدان برآمد و به تیرها میزدند. 200 نفر کجا و 6 نفر کجا. آن مقدار تیراندازی کردند، قسم زیاد از کافرها و مشرکها را به خاک و خون یکسان کردند. در عاقبت تیرها تمام شد، به نیزه ها جنگیدند و عاقبت الامر عاصم رضی الله تعالی عنه را بسیار نیزه ها و با اون تیر و پیکان های زیادی زدند که بدن مبارک و مثل بالواری همه سراخ شد. بعدا ایستاد گفت که ای مسلمان ها، گفت شما مردانه باشید. گفت اگر اینها عهد شکستند، اینها ما و شما را فریب دادند، اما فایده ما و شما هست که شهید میشویم، شربت شهادت میچشیم. که شهید کسی است که در بدن او میلیون تیر اگر بزنند، تیرها با مثل دسته گل به بدن او میرسد. حوران بهشت کاسه های پر از شراب جنت منتظر ما و شما هستند. ای مسلمان ها، گفت شما نیستین به اینها تصدیق نکنین، اینها بیدین هستند. و عاصم رضی الله تعالی عنه بعد از محاربه زیاد و قتل رساندن او را و اون قسمی که پیشتر خوردگی بود که سری او را کسی به حد شکر میشن، سری او را کسی بیاره در خودخانه سری او شراب مینوشن، از این آگاه بود عاصم رضی الله تعالی عنه. وقتی که از این قصه آگاه بود، در حالتی که شربت شهادت مینوشید و میگفت که سلام مرا کیست که به پیغمبر خدا برساند. یا رسول الله، میگفت از حال من آگاه باش که به خاطر محبت تو و به خاطر محبت الله تعالی در این راه آمدم و شربت شهادت می نوشم. میگفت اما باکی ندارم. اما صدای عاصم به گوش مبارک رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که در مدینه برآمد بودند در اونجا شنیدند. وقتی که سلام فرستادند، پیغمبر سلام او را جواب دادند. عاصم رضی الله تعالی عنه را به نیزه ها زدند و او را به قتل رساندند. وقتی که عاصم به قتل رسید، عاصم پیش از جان کندن گفت که خدایا در راه تو و در راه حبیبی تو من جان من فدا میکنم. اگر 100,000 جان باشد فدای اسلام، فدای رسول الله میکنم. اگر 100,000 میلیون ها سر باشد در راه خدا همش من میبازم، در راه خدا عطا میکنم. اما خدایا سری من را حفظ بکن که سری من به دست کافر نزند و شراب حرام بر کاسه‌خانه سری من ناندازد. مثل دعا کافرها منافقها جمع شدند و نزد او آمدند تا که سری او را جدا کنند و ببرند و در کاسه‌خانه سری و شراب بنوشد و سلاپه ملعون. خداوند جل جلاله زنبورها را گماشته کرد که یک سیله زنبور آمدند جسد مبارک پخش کرده گرفتند. هر کدومی که نزدیک میشید هیبت زنبور با او غلبه میکرد، عقیب میگشت، هیچ کس نزدیک رفتن نتونید. گفتند شب پیش زنبورها همه دور میشوند و آمده سر از جدا کرده میگیریم. اما شب پیش خداوند جل جلاله باران سیل زیادی به حکم خداوند جل جلاله نازل شد و یک سیل آمد و جسد مبارکی عاصم رضی الله تعالی عنه را که همه در خون آغشته شربت شهادت نوشیدگی و سیل گرفته بود، دیگر کسی نمیداند که کجا برد شد. خداوند خودش حفظ کرده. اینهایی که با همراهی عاصم شهید شدند، در بالای کوه فقط زید ماند، خبیب ماند و عبدالله بن طارق ماند، 3 نفر دیگر ماند. بعدا از بالا صدا کردند که بیایید
و اینها مسلمان البته که ساده می شود. مسلمان یکی از علامت ایمانداریش سادگی او هست. از بالا پایین شدن. اولا وقتی که پایین شدن یراقهای اونها را گرفتن و به همون زیهی کمان دستهایشون را به پس پشت بستند. این عهد کافی را ببینید. عهد کافی را ببینید که امروز هم دستش میبندن و سرش آبچه را میکشد که تا که جای او را نببینند. این رحم است، این شفقت است. این مسلمان باید که چشمش کشاده کنه، نه چشم بالای سر، چشم دلش کشاده کنه جهان امروز ببیند که چی گپ است. دستها را که وقتی که بستن عبدالله بن طارق گفت که یاران گفت چنانچه عاصم گفت این کافر هستند یا عهد ندارند وفا ندارند اینها کذاب هستند. گفت من میخواهم که شربت شهادت بنوشم اما با همراهی اینها نمیرم و مقابل اینها سرکشی کرد. حضرت عبدالله بن طارق هم به نیزه ها همه هجوم کردند و او را زدند و مرتبه شهادت هم حضرت عبدالله بن طارق نوش کرد. بعدا زید و خبیب رضی الله تعالی عنه هر دو اونها را گرفتند و به مکه مکرمه آوردند. اما در مکه مکرمه زمانی که اونها را که آوردند الکی در بین مردم آوازه کردند، مردم را جمع کردند، منافقین و مشرکین همه جمع شدند یک جا و زید و 50 شتر فروختند و همون انسانی که زید پدری اونها را در محاربه در جهاد و قتل رسانده بود و خبیب و 100 شتر فروختند و اونها را با اونها سپاریدند. زمانی که زید رضی الله تعالی عنه را و پسران اون کسی که خودش قتل کرده بود سپاریدند، اونها گرفتند و به دست یک غلامی دادند، آب و طعامی نمیدادند و زنجیرها میزدند، اونها را آویزانشون میکردند. هیچ یگان چند دقیقه دم میگرفتند باز آمده اونها را رفع خود میکردند. این از آن است که پیغمبر خدا 1400 سال پیش به ما و شما گفت که بدی الاسلام غریبا و سیعود غریبا. اسلام همین به غریبی خارج پهن شد به دنیا. اسلام ایخل به بالای قالین کرپچه نشستن نآمد به ما نرسید. اسلام ایخل امروزه اسلامی که در بالای 7 طبق کرپچه و قالین نشسته و طبق پر از نعمت دسترخوان پر اسلام ایخل به ما آمده نرسید. اونها جان کندند، شهید شدند، زن ندیدند، فرزند ندیدند، همه اونها را قتل کردند و خب خون یکشان کردند که این دین مقدس امروز به ما و شما آمده رسید. امروز چی باشد؟ پیش مردم فقط به یک معرکه های بیجا هست، به یک مسئله های ناچیز است که اون نه در قرآن است نه در حدیث است. به یک مسئله مردم گرفتار است که در نام پیغمبر شنیدن بجنبی نجنبی، یا به یک مسئله که نه سنت است نه فرض است نه واجب است مردم سرگردان. این سرگردانی از اسلام نیست، این سرگردانی از غیر دین است. مسلمان با مسلمان سرگردان است، حقیقت ماندگی. امروز مسلمان از ناس بحث میکند، امروز مسلمان از لباس بحث میکند، امروز مسلمان از رهگشتن بحث میکند. کافر به ماه رسیده در اونجا کار کرده، مسلمان حالا در فلوخ و سنگ و سر لباس مشغول شدگی ایستادگی هستند. این یک بلا و مصیبت به سر جهان اسلام است. زید رضی الله تعالی عنه را به غلام‌ها یکجا کردند، بردند، همه مشرکین و منافقین جمع شدند و میخواستند که ببینند که به چی گونه به قتل میرسانند فرزندهای او مقتول. همه جمع شدند، آمدند زید رضی الله تعالی عنه را به یک مکانی آوردند و زید رضی الله تعالی عنه را زمانی که به دار نزدیک کردند و صدای خودش بلند کرد، گفت که کیست که سلامی مرا به رسول الله صلی الله علیه و سلم میرساند. محبت صحابه به درجه بود که در حالت جان و جانان تسلیم کردن شربت شهادت چشیدن، نه زن میگفت، نه فرزند میگفت، نه خانه میگفت، نه پول میگفت، نه وطن میگفت. اون زن فرزنده که فردا روز قیامت در نزد خدا در بالای کرسی آتشین میشنانند و سوالت میکنند که حق ها را به جا آوردی، بنده چی جواب میدی؟ بعضی از اولاد شما، بعضی از زنهای شما، بعضی از فرزندهای شما خدا میگه دشمنهای شما هستند.
فاحذروه، شما احتیاط کنید از اینها. دشمن اون نیست که ما و شما را زده قتل میکند، نه، او وقتی که مسلمان قتل کرد مسلمان شهید میشه و جای جنت میشه. دشمن از همه در قتالترین بدترین همون دشمن است که تو خودت او را میخرانی، تو خودت او را میپشانی، تو خودت او را تربیتش میکنی 18 سال یا 40 سال با او زندگی میکنی. زمانی که سخن سر نگرفت، سطر نکرد، حجاب نکرد، نماز نخواند، حکم اسلام به جا نآورد، دشمنی تو این است که در روز قیامت جواب میدی. در روز قیامت روبرو میشود، میگه روی طرف سیاه کنم که تو برای چی چه دوزخ بود؟ من گپی تو را نگرفتم، گپ قرآن و حدیث نگرفتم، برای چی مرا قتل نکردی که امروز من از دوزخ نجات بیام؟ دشمن اون هستن. دشمن این نیست که قتل کرد شهید میشه میره، از این سر که یک روز از جهان میره. از همه در دشمن ترین دشمن اون اولاد، اون همسران هستن که از تعلیم تربیه اسلامی دور ماندن. ما و شما آگاه باشیم که از تعلیم تربیه اینها در نزد خدا جوابگر هستیم. امروز همه فقط به خراندن و پوشاندن اونها است. اونه که شرایطش خوب است، دختردارای ما و شما عالیاف نشده است. یگان کسی که شرایطش خوب باشه، دخترش بخوره بپوشه، خانه و در همه آباد باشه، یگان خطر یا که یگان خاندان دختر دعوا نرفت در پیش شوهر که تو برای چه تعلیم اسلام نمیدی؟ تو برای چی امر نمیکنی 5 وقت نماز شب بخونه؟ تو برای چی حکم نمیکنی که سطر حجاب اسلامی را رعایت کنه؟ این از اون نه فقط از ضرور سر است که در نزد خدا جواب میدی. زید رضی الله تعالی عنه گفت کیستی سلام مرا بر حبیب خدا میرساند گفته و دعا کرد و زید آوردن و تگ همون یک چوبی که به مثل دار قریب آویزان کردن، از هر طرف نیزه ها به طرف یا گردانده بودن. همه مشرکین و منافقین در اوج تماشا داشتند. ابو سفیان در اوج حاضر بود و ابو سفیان نزدیک شد گفت که ای زید، گفت حاضر ما را قتل میکنیم، دار میکشیم، بعدا به نیزه ها تنه طرف به مثل ژیربال واری پاره پاره میکنیم. آیا تو راضی هستی؟ راست بگو به خدا سوگند که آیا تو راضی هستی که به جای تو در اینجا محمد صلی الله علیه و سلم باشد و تو به همراهی زن و به همسر و فرزندات باشی و در خاندانت آرام باشی؟ اما محبت پیغمبر بودی که زید چی گفت؟ زید گفت که ای ابو سفیان و ای مردم، گفت هیچگاه سوگند به خدا که من راضی نیستم اون نعمت به من حرام باد که من به همراهی زنم با همراهی دختر بچم آرام در خانه نشسته باشم و در پای رسول خدا یک خاری رفته. گفت هیچگاه از این من راضی نیستم. سوگند به خدا که اگر 100,000 جان داشته باشم جان خودم و زن و فرزندم همه نابود شود، اما نمیخواهم که در پای مبارک حبیب خدا یک خاری بخلد. او پیغمبر است که به خاطر امت شیده از همه گذشت، از دنیا گذشت، از راحت گذشت. او پیغمبر بود که سحر که از حجره مبارک برآمد، عمر رضی الله تعالی عنه خلیفه پیغمبر عمر بن خطاب آمد، چهره مبارک پیغمبر نگاه کرد، بسیار اشک‌های عمر جاری شد. رسول اکرم گفت که عمر ما یفکی که چی طرح بگریه آورد؟ عمر گفت یا رسول الله، گفت همه دنیا را خدا به خاطری تو خلق کرد، اما پادشاهان و به مثل کیسرا و به مثل قیصر روم و به مثل فخر چین و دیگر همه کافران و بت پرستان در راحت هستند، اما در چهره شما نقش بوریا را من میبینم که پیغمبر در بالای بوریا عبادت میکرد. نقش بوریا در چهره مبارک پیغمبر جا چه قصر ماندگی بود. عمر رضی الله تعالی عنه بی اختیار اشک میریزاند. زید رضی الله تعالی عنه این خیلی جواب داد که اگر همه زن و فرزند دنیا اگر من داشته باشم همش سراشون بگیرن به این راضی هستم، اما راضی نیستی که یک خاری به پای محمد صلی الله علیه وسلم بافته گفته. و در اوج همگان یک بار جمع شدند و زید رضی الله تعالی عنه را به مرتبه شهادت رساندن و او را قتل کردند. و سیوم اینها خبیب بود. خبیب رضی الله تعالی عنه را
زمانی که بس حد شتر ایواز کردن و فروختن و اون مبارکه را به دستها به زنجیر و پاها زنجیر و او را به زنجیرها و پشت به سر روی مبارکه اون حضرت میزدن که حالا که مرتبه صحابه را ما و شما بفهمیم که صحابه کسی هست که مرتبه صحابه را یک جمعه به طریق پراگرد بودن. صحابه کسی هست که بزرگترین بعد صحابه اولیاها، بزرگترین عالما، بزرگترین ولیها، بزرگترین خداپرستها، همه اونها را اگر میلیون و میلیارد را جمع کنید به خاک پای صحابه برابر نمیشه. به خاک پای صحابه برابر نمیشه. چون که صحابه ها کسانی هستند که خدا در قرآن او را وصف کرد. رضی الله عنهم و رضوا عنه. خدا از اونها راضی گردید، اونها هم از خدا راضی شدند. صحابه ها کسانی بودند که پیغمبر در خدا در قرآن وصفشان کرد که استعذ بالله محمد رسول الله والذین معه، اونهایی که با همراه پیغمبر در مکه مکرمه حجیره گفتگی یکی از کنیزکان اون صاحب بود که بعدا اسلام آوردگی بود و اون کنیزک نقل میکنه که یک خشه انگوری به او دادیم و او از انگور استفاده میکرد که چندین شبانه روز از طعام و از شراب از همه محروم بود. از اون انگور استفاده میکرد و به او یک تیغ آورده دادن. گفت که تو چی میخواهی؟ گفت به من یک تیغ بتین تا که موی لبهای خود کوتاه کنم، تا که موی اضافی بدن خود کم کنم. گفتن تیغ به دست او دادن و در حالتی که همه در اطراف مشرکین منافقین تماشا میدیدند و یک کودک 5 ساله یا 6 ساله کودک که از اونها تبسم کرده دویده به پیش خبیب رفت. خبیب رضی الله تعالی عنه را به نزد خودشون، کودک به نزد خودشون، همه در حالت حیرانی بودن که حاضر او را گرو میگیرد یا که کودک قتل میکنند، یقین که او را میکشند. اما خبیب رضی الله تعالی عنه در دستش تیز و کودک در نزد او نشسته بود. همه در این حالت تماشا میدیدند. خبیب رضی الله تعالی عنه با آنها نگاه کرد، گفت آیا شما گمان میکنید که کودک شما را من قتل میکنم؟ آیا شما گمان میکنید که مسلمان انصاف ندارد؟ آیا شما گمان میکنید که شما مرا قتل میکنید؟ یقین میدانم، اما در بدل خود من قتل میکنم؟ هرگز نیست. در قانون اسلام قتل زن، قتل کودک، قتل پیرانسال نیست. این چیز آدمی برجا مانده که در کتاب جهاد هیچگاه مسلمان با اینها. دین اسلام امر میکنه که مورچه را به پا زیر نکن. مورچه را دین اسلام این امر میکنه. این کشتن، این بام و شب کردن کاری غیر اسلام، کاری بیدین است. مسلمانی کار نمیکنه. خبیب رضی الله تعالی عنه او کودک در نزدش بودگی را نوازش کرد و با او شاید انگوری هم داد و او را به نزد پدر مادرش روان کرد. از این کاری کرده خبیب و از این رفتار، از این گفتاره که خبیب با اون مردم هم میگفت و نصیحت میکرد، اسلام آشکار کرده با اونها میگفت. حتی در همون جا مشرکای بودن که اشک میریزاندن که این مسلمان را ببین چی همت دارد، این مسلمان را ببین که چی غیرت دارد، مثل اشک میریزاندن و ناچار او را به مقتل بردن و همون جایی که کشته میشود بردن و همه جمع بودن و گفتن که ای خبیب تو چی میخواهی که در آخران نفس ما همون مراد تو را حاصل بکنیم و بعدا تو را ما قتل میکنیم، دیگر راهی نداریم. خبیب رضی الله تعالی عنه گفت که اگر شما به گفت من بکنین فقط و من اجازت بدهین که طهارت بکنم و 2 رکعت نماز بخونم، 2 رکعت نماز بخونم که بجز پروردگار چیزی ندارم، بجز پروردگار چیزی نمیخواهم، 2 رکعت نماز بخونم و میگفت اگرم هیچ نباشد نه به دنیا نه به عقبا، اگرم هیچ نباشد نه به دنیا نه به عقبا، چون تو دارم همه دارم دیگرم هیچ نباشد. اگرم هیچ نباشد نه به دنیا نه به عقبا، خدا را میگه چون تو دارم تو را دارم خدایا و به تو ایمان دارم، چون تو دارم دیگرم هیچ نباید میگه. و طهارت کرد، 2 رکعت نماز خواند، در نماز تلاوت میکرد،
سوره الحمد میخوام، سوره فاتحه سوره هست که بنده به خدا تماس بگیرد. سوره فاتحه سوره هست که بنده به خدا، به مثالی که بنده به بنده از یک جا به یک جا تلفن میکند، سخن میکند، سوره فاتحه سوره هست که بنده به خدا هم تماس میگیرد و سخن میکند. در رکعت نماز تمام کرد و به طرف مردم گشت. همه نگاه میکردند. خبیب گفت که اگر باز مراد از من میخواستین، این دفعه میخواستم که 2 رکعت نماز دیگر بخوانم، چون که نماز خواندن یک لذت دارد، یک شیرینی دارد که هیچگاه از نماز خواندن مسیر نمیکنم. نماز برای آدم عاشق، آدمی که عشق الهی در قلبی او است، آدمی که عشق محبت پیغمبر در قلبی او است، انسان بنده که عشق و محبت ایمان اسلام در قلبی او باشد، از نماز خواندن سیر نمیکند. شیرین ترین، بالذت ترین، بهترین، خوبترین و اجرترین از همه دیده هیچ عبادتی دنیا با نماز برابر نمیشود. هیچ عبادت با نماز برابر کرده نمیشود. از این روایت که رسول اکرم گفت که فمن اقامها فقط اقام الدین، کسی که نماز به پا می‌دارد دینی او برپا هست. و من اهانه فقط اهان الدین، کسی که اگر نماز نداشته باشد عبارت دینی او به خاک یکسان است. پیغمبر خدا فرق بین مؤمن و غیر مؤمن نماز و پیغمبر. و در حالت اخیر مردن زن نگفت، فرزند نگفت، یار و رفیق نگفت، پول و مال نگفت، منصب نگفت، وطن نگفت، بلکه نماز گفت. اگر اجازه باشد 2 رکعت نماز دیگر بخوانم که دیگر اجازه ندادم، فرصتی را ندادم. خبیب رضی الله تعالی عنه با صدای بلند گفت که الصلاة و السلام علیک یا رسول الله. اونهایی که در مدینه بودن، پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم میگه در بین صحابه ها بود که خداوند به الهام او را به گوش پیغمبر صدای خبیب رساند که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و علیک السلام یا خبیب، ای خبیب بر تو هم دعا و رحمت خدا بر تو باد گفته. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در حق خبیب دعا کرد. در اون حالتی که شربت شهادت می نوشید، اما دعا و درود بر روح پاک رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرستاد که در اون زمان پیغمبر حیات داشت. بعدا خبیب رضی الله تعالی عنه را جمع شدند و همگی او را به دار کشیدند و همه به یک جایگی او سرهنگاه و منافقات جمع شدند. زیاده از 60 نفر بودند که با بدنی و به مثل غربال ولی نیزه را زدند، اما بدن مبارک به مثل غربال ولی سراخ شد. بعدا اندک ایستاد به نزد او آمدن گفتند که ای خبیب، آیا تو میخواهی که در جای خودت رسول الله را ببینی، پیغمبر صلی الله علیه و محمد را ببینی؟ آیا میخواهی؟ آیا تو میخواهی که تو در جای امن به فراغت باشی؟ گفت که سوگند به خدا، قسم به خدا که پوست و استخوان و گوشت خدمت که کتی کشیدن شده من راضی هستم، اگر 100,000 جان باشد، اگر 100,000 خبیب باشم، اما راضی نیستم که به پای مبارک پیغمبر خاره برسم. خاره خلق گفتن. این عبرت برای همه امتان پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا قیامت است که محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم در دل صحابه چنین نیست. اما در حالت مرگ، در حالت شربت شهادت نوشیدن، اونها چی میگفتن؟ سلام مرا به پیغمبر کی است برسان. در حالت شربت شهادت نوشیدن چی میگفتن؟ و من اجازه شود که 2 رکعت نماز بخونم. در حالت شربت شهادت نوشیدن اونها چی میگفتن؟ در ضمیر ما نمیغنجد بغیر از دوست کرد، در قلب ما، در ضمیر ما نمیغنجد بغیر از دوست کرد. هر دو عالم را به دشمن ده، ما را دوست بر. هر دو عالم را به دشمن ده، ما را دوست بر. اونهایی که دوستی الله را انتخاب کردن، اونهایی که دوستی پیغمبر انتخاب کردن، اونها چی میگن؟ هر دو عالم خدایا به دشمن بده. نه بهش لازم است و نه دوزخ در کارد. نه پروای بهش دارم، نه از دوزخ حذر دارم بگه، فقط بر رضاگی خدایا مکار. حضرت غوث الاعظم در یکی از نظمهاش میگفت عبدالقادر جیلانی که خدایا
اگر 100,000 سال در دوزخ مرا بسوزانید و زنجیرهای آتشین گرفتار کنید، من راضی هستم که یک بار تو به من بگوید ای دیوانه حالت چیست؟ از این سؤالت من رقص میکنم، از اون جنت برای من اینجا بهتر است که یک بار به من سوال کنی که ای دیوانه حالت چیست؟ حضرت عبدالقادر جیلانی غوث الاعظم پیر طریقه قادریه که در جهان اسلام به همه مشهور است، در وصف پیغمبر خدا چی گفت؟ عبدالقادر جیلانی غوث الاعظم که یکی از شخصیایی هست که 87 سال پیش از شاه نقشبند حضرت بهاءالدین به دنیا آمدگی بود. 87 سال پیش به دنیا آمد، اما به کرامات میگفت که 87 سال پیش میگفت که در بخارا کسی به دنیا میآید که همه تشنگان، لب تشنگان، عاشقان اسلام، عاشقان خدا و محبان پیغمبر از جوی سیراب میکنند که در حق بهاءالدین سخن گفتگی هست. عبدالقادر جیلانی که امروز مرقد مبارک، ثروت مبارک در بغداد است که الحمدلله خدا نصیب کردگی بود که در بغداد رفته زیارتش کردیم. اما زیارت کردن همه بزرگوار امام رضا، حضرت ابو حنیفه دیگر همه را زیارت کردیم، اما غوث الاعظم یک شخصیت هست که زمانی که به زیارتی اون کس میره به اطراف قبر همون که چرخ میزنی حتی پاها حرکت نمیکنه، پاها زانوها حرکت نمیکنن که آیا من لایق ندارم که به زیارت این کس بیام گفته به جهاد می نشینی. در حق رسول اکرم حضرت غوث الاعظم که محیب رسول الله بود، حضرت عبدالقادر جیلانی از اولاد پیغمبر صلی الله علیه وسلم خودشون هستند. در وصف پیغمبر در یکی از بیاض خودش چنین گفت: ای غباری خاکی کویت سرمه چشمی فلک، ای غباری خاکی کویت سرمه چشمی فلک، ای بدو محتاج خلقی هر دو عالم یک به یک. یا رسول الله توی کانی ملاحت پر کمال، کست باید بود خوبانی دو عالم را نمک. هر کیو امروز مالد روی در خاکی درد، آن مبارک روی فردا حیدر آید در فلک. شام سبحان الذی اسری بعبدی شد ثواب، بر براقی راهواری برق همچون تیز تر. که خدای لایزال در شب معراج حبیبی خودش به مهمانی سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، در شب از مسجد الحرام با بیت المقدس، از بیت المقدس و عالم بالا حبیبی خویش خداوند جل جلاله مهمان. سیر جنت کرد، سیر دوزخ کرد، پیشکی همه را دید تا که فردا روز قیامت از آتش دوزخ نترسد و نهراسد و امتی خدا شفاعت بکند. شام سبحان الذی اسری بعبده شد ثواب، بر براقی راه روی برق همچون تیز تر. در مقام قاب قوسین خدا کرد سلام، تو رساندی سلامی حق به امت یک به یک. از خدایت رحمت و از شفاعت روز حشر، در نجات آسیانی امتی تو نیز شد. تا ملک بشنوده از صلوات تو از امتت، عذرخواهی از گناه امتی تو شد ملک. بزرگی رسول اکرم بگید ما و شما بر پیغمبر درود میفرستیم، اللهم صل علی محمد و علی آل محمد میگیم. از این صلوات ما و شما خداوند فرشته می آفره که تا روز قیامت در حق او بنده دعای مغفرت میکنه. خدایا این بنده تو بآمرز که به حبیبی تو درود فرستاد. گر نبودی روی تو می بود در کتمی عدم، اگر تو نمیشیدی ای پیغمبر هیچ چیزی نمیشید. اگر تو نمیشیدی جهان نیست میشد. اگر تو نمیشیدی زمین و آسمان خلق نمیشد. اگر تو نمیشیدی پیغمبر میگه رسول الله اگر تو نمیشیدی هیچ کسی نمیشد. گر نبودی روی تو می بود در کتمی عدم، هم ولی و هم نبی و هم سماوات و سماء.
اگر چهره زیبایی تو نمیشد ای رسول خدا میگفت غوث الاعظم نه اولیاها میشنن نه انبیاها میشنن نه سماوات نه آسمانها میشنن نه تمک نه زمینها میشنن چیزی را خدا خلق میکرد مرغ جانها را بود پر از صلوات لطف تو به شهپری تو این چنین نتوان پریدن بر فلک مرغ جان قلب ما و شما ایمان ما و شما فقط به صلوات با قوت می شود و صلوات بر پیغمبر قوت می گیرد و پرواز می کند نامه های آسیان امتی خود را ببین حضرت عبدالقادر جیلانی می گوید نامه های آسیان امتی خود را ببین قتل فرما تا گناهان را کنند از نام چرخ آسیان امت ای رسول الله که سبی همه سیاه هستن نامه ها تو امر بفرما که اونها را از اون نامه ها کوره بسازند محو بسازند محیی صلواتی آن شفیع آن نبی بسیار محیی لقب حضرت عبدالقادر جیلانی است ای محیی میگن تو صلوات و درودی بر پیغمبر بسیار بگو محیی صلواتی آن شفیع آن نبی بسیار گو زانکی داری تو بدی بسیار نیکویی کمند ای محیی ای غوث الاعظم تو بدی بسیار داری نیکویی تو کم داری و همین خاطر صلوات بر پیغمبر زیاد این ذاتی با برکاتی که اهل طریقت غوث الاعظم وصل میکنند که زنجیر به زنجیر پیوند هر زنجیر در دست خداوند اهل طریقت که زنجیر به زنجیر رفته میگیرند یگانه کسی که کسی او به زیر پای مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم بیاید حضرت غوث الاعظم است ببین چی میگن ای محیی تو صلواتی و حضرت بسیار بگو که بدی های تو بسیار است نیکی های تو کم است محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم در زمان صحابه چنان بود که جابر رضی الله تعالی عنه یکی از سخن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که پیغمبر خدا در بالای منبر برآمدند و خطبه خواندند که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب الله پیغمبر گفت که اما بعد بهترین سخن خدا سخن خدا قرآن است بهترین سخن قرآن است خوبترین سخن قرآن است پاکترین سخن قرآن است راستترین سخن قرآن است که این حادثه‌ای که در ژاپن در یابان شدگی بود که 6-7 سال پیش بود که تمام کتاب‌های علمای روی دنیا را وقتی که در کامپیوتر زدن از همه چند پاییز دروغ و چند پاییز راستی او برآمد 10 مراتب که قرآن در او گذاشتن در 10 مراتب 100% حق و راست را نشان داد این معجزه قرآن است قرآن معجزه دارد که تا این روز قرآن به مثل یک کان است و مثل یک کان است که از یک کان از یک مثلا که نفت میگیرن پلاسماس میگیرن سلارکه میگیرن بنزین میگیرن دیگر اشیا میگیرن هزارها هزار چیز از یک کان میگیرن قرآن به منزله یک کان هست که عالم فیزیک از فیزیکش چیزی میگیرن عالم شیمیا از چیزی میگیرن ادبیات تاریخ صنعت تمام اختراعات و هر چیزی که علم و فن در قرآن موجود است قرآن به مثل کان است رسول اکرم گفت که خیر الحدیث کتاب الله بهترین سخن کتاب خدا است و خیر هدی محمد صلی الله علیه و سلم بهترین هدایت بهترین راهنمایی هدایت محمد صلی الله علیه و سلم است رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ذات هستند که امت خودش پدر و مادر به مثل پیغمبر تعلیم ندادند پیغمبر کسی هست که حتی مشرکا و مسلمانها طعن می‌زدند که پیغمبری هست که امت خودش از استنجا کردن از توالت رفتن از غسل کردن از طهارت کردن تعلیم می‌دهد ولی از پدر و مادر هم مشفق‌تر و مهربان‌تر پیغمبر ما و شما هست که
ما و شما را از استنجا کردن، در تابستان چخل استنجا کنید، در زمستان چخل استنجا کنید و کدام دست استنجا کنید، چخل مکان مقعد بشوید، چخل طهارت کنید، چخل سلام بکنید، چخل عبادت بکنید. یگان عمل در دنیا نیست که پیغمبر ما و شما را از تعلیم نداده باشد. و بهترین هدایت پیغمبر است. و شر الامور محدثاتها، پیغمبر گفت که بدترین امور، بدترین کارها نوپیداهای او هست. و کل بدعت ضلالت، هر یک بدعت سیئه ضلالت است. بدعت سیئه گفت بدعت‌هایی که بعد پیغمبر پیدا شد، بدعت‌هایی که بعد پیغمبر زیاد شد، هزارها و میلیون‌ها بدعت پیدا شد. اون بدعت‌های بعد در زمان پیغمبر نبودن که اون بدعت‌ها، بدعت است مقابل سنت است. بدعت مقابل سنت است، ان همون بدعت گمراهی است، ان همون بدعت شیعت ضلالت است که انسان کشیده به دوزخ میبرد. اون بدعت گمراهی. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در دیگر حدیث فرمودند که کل امتی یدخلون الجنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم پیشکی همه ما و شما را خبر کرد و آگاه کرد که ای امتی من، ای مردم، ای امتی من، ای مسلمان ها، ای مؤمن ها، ای زن ها، ای مرد ها، خطاب به همه تا روز قیامت است که آگاه باشین که کل امتی من داخل جنت میشه. کل امتی یدخلون الجنه الا من ابا، مگر کسی داخل جنت نمیشود از امتی من که رسول اکرم گفت ایبا میکنه، سرکشی میکنه. امتی من همش داخل جنت میشه، مگر هموی داخل جنت نمیشود، ایبا میکنه، سرکشی میکنه و جنت نمیرود. اهل اصحاب در عصر پیغمبر از این سخن پیغمبر صلی الله علیه وسلم حیران شدند و گفتند که و من ابا، یا رسول الله کیش او از امتی که ایبا میکند جنت رفتن است؟ قال، پیغمبر گفت که من اطاعنی دخل الجنه و من عصانی فقط ابا. که این حدیث امام بخاری روایت کرد که رسول اکرم گفت کسی که اطاعت من بکند اون داخل جنت میشود و کسی که از اطاعت من سرکشی مرا بکند اون ایبا کرده است، داخل جنت نمیشود. همه امتی من داخل جنت میشود. کی هستند؟ همون کسانی که اطاعت پیغمبر بکنند، همون کسانی که به سنت رفتار و گفتار پیغمبر عامل باشند، همون کسانی که همه افعالشون مثل افعال پیغمبر صحابه باشند، اونها داخل جنت میشن. اما او کسی که ایبا میکند کسی هست که سرکشی میکند از سنت پیغمبر، کسی هست او نماز یعنی که سنت های رسول اکرم به جا نمیآورد، او کسی هست که به رسول اکرم محبتی ندارد، چون ایبا کرده است داخل جنت نمیشود. رسول الله صلی الله علیه وسلم در یکی از کتاب‌هایی که یک بیان از کتاب‌های شافعی رحمت الله علیه بود که به خاطرم رسید، رسول اکرم حدیثشان هست که فرشته‌ها قنات‌های خودشان را در زیر قدم طالب علم پهن می‌کنند. هر کسی که طالب علم باشد، طلبه علم باشد، از یک عالم درس تعلیم بگیرد، به تقوا باشد، مرتبه او در نزد خدا چنان بلند است که فرشته های الله تعالی میآیند قنات‌هاشون در زیر پای او چنب میکنند که قدم طالب علم به قنات او فرشته برسد. قدم خاک‌های و غبار طالب علم به قنات همون فرشته برسد. وقتی که قدم غبار پای طالب علم به قناتی با او پرهای فرشته رسید، او در بین دیگر فرشته ها فخر میکرد که قنات من در زیر پای طالب علم رسید. و این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در اون کتاب میارد که چند بعد از زمانی که حضرت شافعی رحمت الله علیه رضی الله تعالی عنه میگوید که یک کسی به این حدیث شک آورد، به این حدیث شک آورد و در زیر قدم خودش یک چوب تراشید و در زیر اون چوبها میخها را تیز کرد گذاشت و مسخره کرد، حدیث پیغمبرش شروع کرد. حالا که اسلام چی امر میکنند؟ من استهزأ بالعلم والعلماء فقد کفر.
کسی که استهزا میکند و علم شریعت مسخره بازی میکند و اسلام ایمان مسخره بازی میکند و قرآن مسخره بازی میکند و پیغمبر مسخره بازی میکند بالعلم والعلماء فقط کفر بما انزل علی محمد، او بدین میشود، کافر میشود بر او دینی که پیغمبر خدا بر او پیغمبر فرستاده است. و این شخص به سعادت در زیر قدمهای خودش این قصه واقعیت یک چوب تراشید، از بالا میخها را زد، از پایان میخها برآمدند و در بین مردم برآمد گفت که من به این قدم‌ها گفت قنات‌های ملائکه ها را، فرشته ها را گفت من به این زیر میکنم قنات‌ها را میشکنم. قدم زد، اونها را تیار کرد، یک قدم نزده بود که یکی از همون میخها به یک پاش، میخ دیگر به پای دیگر کم طرف سوراخ کرد، کم طرف سوراخ کرد، خون آمد و آنها را پشت به در کرد. از همون جای سوراخ کردگی تا به همون بری بالا تا نیست که همه پای اونها را سیاه شدن گرفت و بعد از سیاه شدن بوی گرفت، بعد از بوی گرفتن کرمها را خوردنش را سر کردن. آیا به حدیث پیغمبر شک میارید؟ آیا به گفته رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و بنده‌ای که شک میارد حالش از این بدتر میشود؟ و از اون سوراخی که از اون میخی که خودش او را زیر کردگی بود، تیار کردگی بود، اندکی یره شد و از اون پا سیاه شد و هر دی پای او را تا بری بالا تا میان شد همه سیاه شد و کرمها میخوردن و عشق میریزون و توبه میکرد، تضرع میکرد که این وای بر حال او بنده که بر حدیث پیغمبر شک بیارد، وای بر حال او بنده که حدیث رسول اکرم بداند و به حدیث رسول اکرم مقابلیت کند، وای بر حال میگفته و اون کرمها رفتن به دل جگرش رسیدن، عاقبت او به سعادت بدبخت از جهان گذشت، مرده نیست، نابود شد. از این رو ما و شما که وقتی که دعوا میکنیم که محبت رسول الله داریم، باید که سنت‌های پیغمبر را به جا بیاریم، باید که همون رفتار و گفتاری که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم داشت باید ما و شما عامل او باشیم، سنت‌های پیغمبر را به جا بیاریم. مردها از همه در ضرورت سنت معکده، حتی بعض مجتهدین واجبشون باید که ریش‌ها با داشته باشند، از زن فرق کنن. اینها این سنت پیغمبر است. رسول اکرم در تمام حیاتش تیغ بر روی مبارک نبرده، خصوصا کلانسالها قرچق‌ها کشاش یکی عمر به 50 و 60 و 70 رسن و برای چی نمیمونن دیگه؟ در منصبی نداشته باشی، تر یک از جنگ جنجال نکنه، برای چی رو میتراشی؟ برای چی رو تراشته میتفرد؟ سنت پیغمبر است. وقتی که دعوا میکنی که محبت پیغمبر در قلب معز. اعرابی نزد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم آمد و رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال کرد که متی الساعه، گفت که ای رسول خدا کی قیامت می شود؟ پیغمبر خدا گفت که ما اعدت له، برای قیامت چی تیاری دیده ای؟ اگر توشه داشته باشی، نماز روزه و طاعت عبادت داشته باشی، بگذار حاضر قیامت شود، به تو چی؟ اعرابی گفت که نماز زیاد ندارم یا رسول الله، روزه زیاد ندارم، حج ندارم، زکات مال چیزی ندارم، فقط یک چیز دارم. رسول اکرم گفت این چی است؟ گفت حب الله و رسول. ای رسول الله، گفت خدا را دوست می‌دارم و تو را دوست می‌دارم، فقط محبتی تو در دل من هست، دیگر چیزی ندارم، عبادتی زیادی ندارم. رسول اکرم گفت که انت مع من احببت فی الجنه، تو به همراهی کسی هستی که او را دوست می‌داری فردا روز قیامت در جنت. اگر ما پیغمبر را دوست بداریم به پیغمبر مشهور میشیم، زمانی که تقوا و سنت پیغمبر را به جا بیاریم. انت مع من احببت فی الجنه، تو با همراهی کسی هستی که او را دوست می‌داری روز قیامت. اگر بنده نعوذ بالله بیدین و بد اخلاق فاسق فاجر دوست بدارد، فردا روز قیامت با او داخل دوزخ میشود. مسلمان و مسلمانزاده که سر لباس خودش به مثل سر لباس بیدین بکنه، مسلمان و مسلمانزاده که سر لباس به مثل سر لباس اروپایی بکنه، بے شرم بے حیا و بے ستر باشد، همونها قطعی روز قیامت دست بعد از داخل دوزخ میشن. اینه من نمیگم، اینه یکان اولیاء و عالی نمیگه، اینه پیغمبر خدا 1400 سال پیش گفت که من تشبه بقوم فهو منهم، کسی که به کدام قومی که خودش تشبیه کنه فردا روز قیامت با او قوم محشور میشه. کدام قومی را که دوست بدارد با او قوم محشور میشود. جنتی را دوست دارد جنتی، دوزخی را دوست دارد دوزخی. و آخر دعوانا
ان الحمد لله رب العالمین. پروردگارا بر حقیقت گفته های خودش به قرآن و حدیث عمل کردن ما و شما را نصیب و روزی بگرداند. پروردگارا محبتی حبیبش را و محبتی خودش را، ایمان و اسلام و قرآن را در دل تمام مسلمان روی جهان پروردگارا جایگزین بگرداند. خصوصا در این جمهوری عزیز ما، تاجیکستان عزیز ما را پروردگارا پرفیض با برکات بگردانید. پروردگارا محبتی خودت و محبتی حبیبت را، محبتی ایمان و اسلام و قرآن را در دل تمام مسلمانی جمهوری تاجیکستان جایگزین بگردانید. خصوصا رهبران دولت ما را پروردگارا، خصوصا پرزیدنت، عدل انصاف شعار اینها بسازید. اقبال و آبروشون پروردگارا زیاده بگردانید. خدمت کردن به خلق خدایا نصیبشون بگردانید. پروردگارا خصوصا این منطقه کلاب ما را از همه آفتها خدایا نگه بدارید. پروردگارا در بین تمام مسلمان های جمهوری دوستی و رفاقت همدیگر فهمی را پروردگارا برقرار و بردوام کنید. پروردگارا فتنه های شیطنت را از این ملک ما برداشته نیست و نابود بگردانید. پروردگارا به حرمت حبیبت و به حرمت محبت حبیبت ما را در دنیا با اسلام نگه بدار خدایا، با ایمان نگه بدار، با ایمان و اسلام زندگی کردن خدایا نصیب و روزی ما بگردان. پروردگارا از این